به خاطر گنگ ماندن این قضیه ثبوت‌ها را خودت پنهان میکنی. پس شما هیچ زحمت نکشین مدیر صاحب، ما خودم استعفای خود به امنیت تسلیم میکنم. تو میخوایی مرا تهدید کنی؟ نه خیر، فقط براتون هشدار میدم. کجا میری؟ برات اجازه ندادم که بری. انسان بی تربیه، چطور میتونی در منظره قسم بزنی؟ من از حساب این کارت میگیرم. چی میکنی؟ الماسا کجاست؟ وقتت پورا شد اما با وعدت عمل نکردی. قسم میخورم که پیداشو نکردیم. بیبی اوش کنی که با من دروغ نگویی. قسم میخورم که نمیفهمم. الیف چپ باش. ما فکر میکنم که پیدا کردی و از ما پنهان میکنی. هرچی نباشه ور شکست شدین. بیبی افراد چند روز میشد که تو را میپالیدن ها؟ وقت او مرد باز ترسیدم. مرا ببخشید لطفا. بابت کدوم شما ببخشید. کاری را که گفتم کدی یا نه؟ بله آقا انجام دادم. خواهش میکنم بازار میکنم این کار نکنید. پدرم به شما کشتین؟ به خاطر الماسا؟ اگه الماسای ما را نمیگرفت چرا او را میکشتیم؟ ما خواه احمق نیستیم. باز ما قبر برش داده تصفیه حساب کردیم. او الماسا را تو باید بر ما بیاری. از خانواده دنیزر هیچ سرنخی به دست ناوردیم. در شب جنایت تمامشان بعد از محفل به خانه خود رفته استراحت کردن. احمد دنیزر طرف شرکت میرفته از اونا جدا شده، درست است؟ بله امیر صاحب. بعد از او به هر دلیلی که بوده همراه سیبل ملاقات کرده. خفه خو نیستی حسین؟ نه خیر امیر صاحب، چرا خفه باشم؟ بیا از او قضیه را از ما گرفتین. حالا که شما پیش میبرین بهتر است. خب کجا بودیم؟ حتما به خاطر کدام کاری با هم ملاقات کردن. قاتل یا دشمن احمد بوده یا دشمن سیبل که هر دویش از بین برده. مطمئنا سیبل دشمن نداشته، از این خاطر دشمن احمد فکر میکنیم. تاجر شکست خورده دشمن زیاد میداشته باشه. قضیه را از این زاویه بررسی میکنیم. آمر صاحب وقت ما امرای آمر حسین بالای دوسی یک کار میکردیم. رابط مقتول بررسی کردیم که کجا کار میکردن، چی وقت معرفی شدن، کجا میرفتن. به نظر ما باید دوباره تحقیقات کنیم آمر صاحب. شاید در کلپ رقص، قهوه خانه، آدم‌ها از طریق اینترنت با هم معرفی میشن. فقط هدفشان مهم است. آمر صاحب میشه مکان دومون بررسی کنیم؟ امکان داره سیبل هم در اونجا کشته شده باشه؟ چی نظر داریم؟ بررسی کردیم چیزی نیافتیم، فقط وقت خود ضایع کردیم. اگه آقا و مرد دخالت نمیکردن ما کار خود به خوبی انجام میدادیم. حسین هر کاری که داری در بیرون اجرا کرده میتونی. بیرون شو تا براحتی قضیه را بررسی کنیم. رفتارت کاملا مثل جاسوس است. جاسوسی چی امیر صاحب؟ من اینجا کار خود انجام میدم. شاید به خاطر بیادرت بگه پای ما گوش بیتی. اینا رو امضا کرده بیار. باید عجله کنه، مقامات بالا فشار میارن. پیلین این عکس‌ها تکمیل هستن؟ بله آمر صاحب تکمیل هستن. کدام کمبودی خو نداره؟ آمر صاحب اگه اجازه بتین از تبدیلی زنگ زدن گپ زدن میتونم؟ بله اردا کجاسی؟ جلسه داشتیم همین حال خلاص شد. باز بیرون بیا کارت دارم. کجا بیایم؟ نشارینه برات پیام روان میکنم. درست است. چی کردین؟ هیچ، منتظر هستیم. ایره چرا بسته نکردین؟ همین که متین بی از اینجا میریم چرا بستش کنیم؟ آمدنش مهم نیست، بستش کنیم. بیا اینجا بیا. چوب باش. احمق، ما برات نگفته بودم که موبایلش دور بنداز؟ این دختر قدر چیغ زد که فراموشم شد.
بفرمایین مادر جان. الیف جان کجاستی دخترم؟ طرف دکان میرم. کدام مشکل پیش شده جانم؟ نیلوفر تا هنوز نرفته. شما از کجا میفهمین مادر که نرفته؟ جانم خواستم برش زنگ زده پیام صوتی بانم دیدم که موبایلش روشن است. بعد از او جواب نداد، یعنی تا هنوز در میدان هوایی است. دخترم گپای من میشنوی الیف؟ خواهرت خود داخل طیاره رفت نی؟ رفت مادر جان، رفت. پس چرا تا هنوز موبایلش روشن است؟ الیف کدام مشکل پیش آمده؟ چرا جواب من درست نمیدی؟ بله مادر صدایتان قطع وصل میشه، صدایتان درست نمیایه. بله الیف میشنوی؟ بله الیف مادر جان راستش ایت نمیفهمم چی قسم بگویم، اما نیلوفر در میدان هوایی موبایل خود گم کرد. یعنی پلیسا بررسی کردن اما پیدا کردن نتونستن. آی باز گم کرده. او دختر هیچ مال خود نگاه کرده نمیتونه. حالا چی قسم خبرش بگیریم دخترم؟ من همراهش گپ زدم مادر. وقتی رسید ایمیل روان میکنه و اگه شما دید جدید خرید باز زنگ میزنه. درست است دخترم، حالی راحت شدم. اگه نه از تشویش میمردم. خوب است مادر جان، او خوب است، بسیار خوب بود. خوب است. بله مادر جان من بعدم براتون زنگ میزنم. درست است؟ آله قطع میکنم. درست است جان. میبوسمتان مادر جان. زنده باشین. سلام بفرمایید. چند میشه؟ 13 لیره دخترم. باقی مانده پولتان. باز کردم میتونی. الیف الماس شعبه استانبول. یعنی این جسمه است؟ البته از تو است. تو با زحمت خود مستحق اینجا شدی. فکر میکردم دیگه دکان روم خود دیده نمیتونم. یعنی من تو دکان بسیار خوشم میامد. او دکان در شهری که متولد شدیم جور شده. با تراها گفتم درست مثل دکان روم باشه، اما فکر میکنم خوشت نامد. چطور خوشم نامد؟ بسیار خوشم آمد. بسیار زیاد تشکر پدر. عمر چی شده؟ الیف دینزر میفهم در کدام مشکل است. دکانش در همین جست نه. حال اظهارات تو خانم محترمه میگیریم. ایره چی شده دختر؟ ما را چرا قدر با جله خواست؟ نمیفهمم، اما شاید کدام چیزی را میفهمم.
خسته نباشین. اینجا کسی نیست؟ کسی نیست اینجا؟ کی است؟ ما هستم عمر. چی گپ است؟ شما اینجا چی میکنین؟ این سوالا باید از تو بپرسم. میخواستم امرات گپ بزنم اما فرار کردی. من چیزی برای گفتن ندارم. حالا از اینجا برین. بیبی دوستای من خواستم. اینا پلیس هستن. حتما از کسی فرار میکنی. هر مشکلی که داری برشان بگو کمکت میکنن. بالاشان اعتماد کردن میتونی. پلین بهترین کارمند جنایی است. محافظت کردن میتونه. اگه خواسته باشه همیشه در کنارت میباشه. ضرور نیست که دیگه از چیزی بترسی. فهمیدی؟ اگه یک بار دهنت باز کنی من مشنوم. اگه پیش پلیس بری بازم خبر میشم. قسم خواهرت از بین ببرم که تمام خانواده پارچه‌هاش جمع کردن نتونه. با شما کی گفت که من به محافظت ضرورت دارم؟ آقای بازرس؟ بیبی ای که میخوای کی را بازی بتین نمیفهمم. اما فهمیده میشه که تو در جلبن موندی. زد نکو بگو. اینجا به خاطر کمک کردن تو آمدیم. یا به خاطری که تو را بوسیدم قسم فکر میکنی؟ بله حق با توست. اگه یک بیگانه بیخبر مرا میبوسید این قسم فکرهای ناق به سرم میامد. مثل که حالی در فکر تو آمده. اما ایره میخوایم برات بگویم که فقط در وقت غلط در جای غلط بودی. دوست به سر گذشته من بسیار یک آدم دیوانه است. وقتی برم زنگ آمد زنگ عمو بود. در نزدیک شرکت ما بود. من را تعقیب میکرده. من به خاطر زدو تو را بوسیدم. پس چرا این گپ برام واضح نگفتی و فرار کردی؟ شرمیدم. یعنی از مشوقت فرار میکنی؟ تمام کارت به خاطر اوست؟ بله به همین خاطر است. تازه از هم جدا شدیم. برای هیچ راحت نمیمانه. من وقتی تو را اونجا دیدم پس قسم است. بله یک بوسه کوچک بود. فکر نمیکردم به این اندازه جدی بگیری. بنا حق تا اینجا به زحمت شدین. درست است. از اینکه همه چیز واضح شد ما هم دیگه میریم عمر. اما تو نیست؟ عمر بیا که بریم. همه چیز برات گفت. درست است بریم. بیاین که بریم. شما غذا خوردین؟ نه خیر نخوردیم. پس بریم اونجا بخوریم. چی میخوری پلین؟ راستش اگه جگر باشه من جگر میخورم. تو؟ یک ساندویچ جگر. با ما یک ساندویچ. کاکا جگر داری؟ بله. با ما 3 ساندویچ آماده که گرم باشه. درست است. عمر او دختر واقعا تو را بوسید؟ چه قسم از کجا پیدا کنیم که دختر دوست پسر داره یا نه؟ میبینم. او چی ضرورت داره که دروغ بگویه؟ تو یک بیگانه را در روی جاده میبوسی و هم بدون کدام علت. اگه تو باشی میبوسی پلین. نه خیر نه چرا ببوسم؟ اونا پولدار هستن و تو هم یک آدم عادی. ای بوسه موسه به او هیچ مهم نیست. تو پدر و دختر تازه وفات کنه. این موضوع قدر عادی نگی. ها پیدا کردم عمر.
البته گزارش از یکونی ماه پیش است. درباره ظریفکاری های جواهرات گپ میزنه و تعریف میکنه. غیره و غیره. ها، دوست پسرم داره. نه خیر، 1.5 سال میشه کسی در زندگیم نیست. حالا فهمیدین دوست پسر نداره دروغ میگه. اما ای که چرا نمیفهمم. درست است، دوست پسر نداره. او دختر دروغ میگه. تو را بوسید. خب چی شد؟ از چی مفهوم بگیریم؟ درباره همین تحقیق کنیم. میخوای چی بگویی بیادر؟ چیز نمیگم، فقط میگم که پشت او دختر رها کو و بس. آقایان آرام باشین. پس تو بگو که چی کنیم؟ کدام پیشنهاد داری؟ امنیت زیر فشار است. کسی میخواهد دوسیه مجهول بسته شود. بیازو همه چیز ناتکمیل است. اگر شما نباشین من از هیچ چیز خبر نمیشم. او آمرتان است، نه آمرتان. تا وقتی که محافظه کاری خود ترک نکرده و طور جدی دوسیه را پیش نبره ایگره باز نمیشه. بیادر جان، 2 محل حادثه را جستجو کردیم. چی شد؟ هیچ. تو تمام تصاویر به بخش تکنیک دادی. چی شد؟ هیچ. ثبوت داریم؟ نه. شاهد داریم؟ نه. فقط همین دختر مانده و بس. زنده باشی کاکا. وقتی امروز مرا بوسید بیشتر مطمئن شدم. او چیز را پنهان میکنه، اما ما او را پیدا میکنم. تو چیز را فهمیدی نه؟ بگو برام چی را فهمیدی؟ باز بدن گپ میزنیم. کجا میری؟ به سوالم جواب بده. نیلوفر خانم آدم موتر ببرین. بیا بیا حرکت کن. نخیر ایران کنین. تو رو امروز چیش دردا؟ همراه جیده گفتگو کردی؟ ای گپ دیگه از کجا شد؟ نخیر، به خاطر که نخواستی گپ او را قبول کنی. اردا، ما او مرا خوب میشناسم، باور دارم که اشتباه نمیکنه. ای بار فرق میکنه. ای دوسیه نظر به دوسیه دیگه فرق داره. هر کلمه که از دهن ما بیرون میشه کوشش میکنم متوجه باشه تا درباره سیبل چیز نگویم. یعنی چی؟ حتی امرای بیادرش هم درگیر شد. او نباید درباره قضیه تحقیق کنه. او بره دختر مقتوله ببوسه و تو هم مرا مقصر بگو. درست است. یعنی چی درست است دوست عزیز؟ با ما اجازه بده ما حل میسازیم. او به خود مشکل جور میکنه. باور کو جدی میگم. اگه عمر علی دوسیه را بسته کنه ما اجازه نمیتونم. من نمیمونم بیادرم پریشان شوه. آی درست است. بالای او قهر نشو. توبه بالایش قهر نمیشم پیلین. ما با تشویش هستم. هیچ حالتش خوب نیست، حتی خوابش نمیبره. بسیار گپ زدی و مرا عصبانی ساختی. حسابتو میپردازی دوست عزیز، درست است؟ بچه‌شم خانم بازرس. چند شد کاکا جان؟ بفرمایین. روز بخیر. راستش من نشانی را از مکتب گرفتم. خانه سیبل هم اینجاست. حتما تو همکار مکتبش هستی؟ بله. فاطمه خواهر، اینجا بیا که همکار سیبل از مکتب آمده. از آمدنت بسیار خوش شدم دخترم. به مکتبش خبر دادیم اما هیچ کس نامد. دعا در حال ختم است. بیا سرپایی بدی برش. درست است. چادر نداری دخترم؟ نه خیر.
خدایا ثوابی داره به تمام مرده ها برسان و تمام اموات ببخش و بیامرز یا رب. آمین. آمین. الفاتحه مع الصلوات. زنده باشید. خداوند ازتان راضی باشه. قبول کنه. زنده باشید. بله قبول باشه. خداوند مغفرتش کنه. همکار خواهرت است. دختر کوچکم خدیجه تنها مانده، بیچاره تنها، یگانه امید آرزویم حال تنها مانده. دخترم بی خواهر شده. میبخشین دو سابی رو بار را زیاد بود ناوقت شد. مهم نیست مادر جان. بیازو تمام دوستان میفهمن که شما به چی اندازه پابند وقت هستین. الیف کجاست؟ کار داشت اما گپای خود به ما گفت تا براتان بگویم. از این کار که دیگه چی مهم بوده میتونه؟ این قسم نمیشه به تویق میندازی. چرا به تویق بفته؟ اگه الیف نیست من هستم. من معاون رئیس هستم. هر قسمه که شما خواسته باشین به اجازه تان زرین خانم. شما میتونین برین. بهار، الیف کجاست؟ میشه اینا رو توضیح کنی؟ بگی. به همگی توضیح که دخترم از یک طرف. المان خواهر همکار مکتب سیبلم است. خوش آمدی دخترم. تشکر از کمک. خوش باشید. حتما عمره به یاد داری. نامزاد سیبل دخترم بود. اینا مادر و خانم بیادر عمر هستن. خوش شدم. مامموتا. زنده باشی جانم. زنده باشی. تشکر، من تو رو همراهی میکنم. بیا. میشه گپ بزنیم؟ تو دوست و همکار سیبل در مکتب هستی. حتما ایره برات گفته که با عمر چی رابطه داشته. نیم شب در موتر پیدا شدن. از این خاطر میپرسم. نمیفهمم نامش چی بود. او دوستش بود؟ رابطه نداشتن. تو از این منطقه نیستی، هیچ نمیفهمی. اما در منطقه ما این کارا را بسیار بد میگن. باز در منطقه ما پشت مرده گپ نمیزنن. ببخشین. دختر بی تربیه. اگه اجازهتون باشه من میرم. عزیزم، از تو میخوایم یک کار انجام بدی. البته زرین خاله جان. پلیس ها معلوماتشو ندادن. دختری که همراه احمد کشته شده باکره بوده. میخوایم هرچی عاجل در روزنامه ها چاپ کنی بهار جان. ما را زیاد به عذاب ساختن. میخوایم خبر درست نشر کنن. لطفا نگو که وقت نیست. زودتر کار انجام بده. تا سرت نیایه درکش مشکل است. ضرور نیستی گپا رو بریم بگوین. ما هم دخترتون گفتمشون. پس کار میکنی عزیزم. من پیش اصل میرم. روزتون بخیر. شما بخیر. بفرما دخترم. میبخشین من تشنابم میپاریدم. اتاق پالو از دخترم.
اگه زحمت نمیشه از داخل الماری برام یک بالشت بده. چند بار صدا کردم کسی صدای من نشنید. خوب شد که تو آمدی. خداوند ازت راضی باشه دخترم. زنده باشی. بسیار تشکر. فکر کنم تو دوست سیبل هستی. بیبی دخترم قلبم میسوزه. دخترم از دست دادم. زندگی سرتان باشه. زندگی سرتان. خدا مغفرتش. خداوند رفتگانش. خاله فاطمه پمپر طفل در اتاق سیبل تبدیل کردن میتونم؟ بسیار میبخشن فکر کردم کسی نیست. بفرمایین خانم بیزو من میرفتم. پمپر طفل تبدیل میکردم. بلیاز خدا ملکه، تو هم از خود دختر داری، چرا پشت دختر بیچاریم غیبت میکنی؟ تو خود سیبل از زیاد دوست داشتی. او سوال را که از دوستش پرسیدی جایز بود؟ من چی گفتم فاطمه خاله؟ خداوند ازت راضی باشه دخترم. به خاطر آمدنت تشکر میکنم. همیشه بیایی. تو دوست سیبل دخترم هستی. بازم زندگی سرتان باشه. خداوند براتون صبر بده. خداوند به تو هم صبر بده. تو هم یک دوست خود از دست دادی. به خدا میسپارم. کارت عالی بود. پلیس ها را فریب دادی و کار خدا به تنهایی انجام دادی. چیزی را که نفهمیدم این بود که چرا قدر زحمت کشیدی. داخلی صندوق خالی است. یا که نیست. اون را برای من بده لطفاً. توی صندوق از خانه نامزدم دزدی کردی. از تو بیشتر مربوط من میشه. نه خیر آقا، او صندوق پدرم بعد دستای خود آماده ساخته. هوش کنی نگویی که مادرش داد، چون بعد از دروغ امروز دیگه تحمل کردن نمیتونم. این کار تو دوستی گفته میشه صندوق برام بدی؟ درست است، قبول دارم. هرچی میخوایی بگو. بگو. در جستجوی چی هستی؟ 2 دانه الماسا برات نشان دادم. بعد از دیدن او پشت ای صندوق چوبی رو چرا گرفتی؟ البته فهمیدی که اونا نقلی هست، هموطن نیست. به خاطر که زرگر هستی. کسی بیشتر از تو درباره الماس نمیفهمه. معلوم میشه که تو هم فهمیدی. داخل صندوق پر است. داخل ای الماس وجود داره. الماس میپلینی؟ بفرما بگو میشنوم. نه خودت میفهمی. درست است 1 دقیقه میشه به گپم گوش بدی؟ میشه صبر کنی؟
میشه دروازه رو باز کنی؟ صبر کو باز صبر کو کجا میری؟ صبر کو خدا لعنتت کنه. درست است برات میگم که در جستجوی چی هستم. صندوق برام بده. زود باش. بگو. اول صندوق بده. راه مرا تو گرفته، تو نیاز داری، پس اول باید تو بگویی. راستش پدرم الماسا رو پنهان کرده. هرچی عاجل باید اونا رو پیدا کنم. چرا؟ نه که مرگ پدرت به این کدام ارتباط داره؟ گوش کن، ما بسیار ضرر کردیم. درست است پدرم بسیار قرضدار بود و من باید او قرضا رو بپردازم. حالا فهمیدی؟ تو را تهدید میکنن؟ خب حقشان میخواین. سیباله مشناختی؟ نه خیلی نمیشناختم. از کجا بشناسم؟ مطمئن هستی؟ مطمئن هستم. پس نشانیش از کجا میکنی؟ یه جو سجو کرده پیدا کردم. مشکل خود نیست. اگه این صندوق از سیبل باشه حتما به یک شکل پدرت میشناخته. من هم پدرت هیچ نشونیدم. تو از سیبل شنیده بودی؟ نه خیر هیچ نشنیدیم. من بزو درام زندگی میکردم. سوالت خلاص شد؟ آن صندوق گرفتم میتونم بزو بدون من ایره باز کردن نمیتونی. یعنی پدرم از طفولیت حال صندوقای رمزدار میساخت. فقط هم من باز کردن میتونم. وای چه یک خانواده اسرارانگیزی هستین. حالا میشه لطفا صندوق برام بیتی؟ سرت باور ندارم. بازی امروز رو دیدم. اگه بازم کنی پیش ما باز میکنی. درست است؟ اینجا چیزی نیست. جای اصلی را باز کن. چیزی نیست خالیس. خدا لعنتش کنه. تو چی میکنی؟ چرا قدر زود عصبانی میشی؟ شرکت شما بسیار بزرگ است. کی سواد ما؟ صبر کن. پدر چرا این صندوق را میساخت؟ به خاطر خوش ساختن انسانا. بعضی وقتا با باز کردن رمزش یک ساجق بیرون میشد. بعضی وقتا هم یک توفیه بسیار خاص. متعجب ساختن دوست داشت. دو جای شک نیست. قبل از جواب دادم به سوالتون من باید بپرسم که صندوق ساخت دست پدرم در خانه نامزده تو چی میکرد؟ اگه چیزی تازه فهمیدی مرد چه جان میمونی. فهمیدی؟ درست است میمانم. با تو هیچ باور نکنم. من راحت با نگنی ازش شکایت میکنم.
تو چیزی را پنهان میکنی، مرا فریب دادن نمیتونی. بس هست دیگه، چی میخوایی؟ بس هست، یک تو در زندگیم کم بودی. پدرم کشته شد، درست است. من درد میکشم، تو هم درد میکشی. کوشش میکنم درک کنم، اما عصبانیتت سر کسی دیگه خالی کن. بهار چی شده؟ چی میخوایی؟ 5000 لیره. حسابا بسته شده. 5 لیرام گرفتن نمیتونی. جدی میگی؟ پس تو خودت بذار این خانم جواب میدی که چرا خواستش برآورده کردن نتونستم. بهار الیف خانم پول خواست 5 لیرام گرفتن نتونست. چرا پول خواست؟ چی بفهمم جانم، نپرسیدم. بورا تو را مده اینجا مقرر ساختیم. دهی بخش چی میشه چی نمیشه از الف تا یا باید بریم توضیح بدی، فهمیدی؟ بسیار پول خواست بهار، بیشتر از ارزش شرکت. پولی بسیار گزاف. من گفتم نه، سماوم حق به جانب بوده. از موجودیت یک سیف تازه آقا احمد خبر شدم. الیف جانم بیا قهوه بنوشیم تو. الیف زندگیم تو کدام مشکل داری اما به من نمیگی؟ دیگه به من اعتماد نداری؟ دیگه برات قابل اعتماد نیستم؟ نه خیر بهار جان، این گپ نیست. باور کن تو تنها کسی هستی که در زندگیم سرش اعتماد دارم. پس مشکل چی است؟ فقط برات گفتن نمیتونم. اگه یک بار دهن خودم باز کنم تو هم در مشکل روبرو میشی. لطفاً این موضوع را بسته کنیم، درست است؟ راستی یک چیز به یادم آمد. امروز برات یک کسی یک چیز آورده بود، در اتاق پدرت ماندم. خواهرت روان کرده. گفت به خواهرم بگو مرا فراموش نکنه، هرچی عاجل پیدا کنم. خدایا حالا من چی کنم؟ بفرمایین. الیف خانم وقت دارین گپ بزنیم؟ بله بفرمایین آقا برا. به شما یک خبر بسیار مهم دارم. پارسال پدرتان در بانک یک سیف کرایه گرفته بودن. اختیار رو سیف بعد از پدرتان به مادرتان است. اگه خواسته باشین میتونین امروی خانم زرین برین ببینین. بیا داخل، بیا بچیم بشی. افروز گذشت. افروز میشه که دختر مقبولم در زیر خاک خوابیده. این روزها چطور سپری شوه، این زمان چه قسم تیر شوه، چطور عادت کنم. نمیفهمم که فراموش کرده عادت کردم میتونم یا نه. میگن که فراموش میشه اما نمیفهمن که ناممکن است. میگن که فراموش کرده عادت میکنی، اما من میگم که هیچ وقت بنا بودش عادت نمیکنم. عمر مقبول من، بچه مقبولم. بگی اینا از تو است، لوازم سیبل است،
پیش تو باشم. زنده باشین مادر. بیا که برات یک چای دم کنم. مادر امروز یک دختر اینجا آمده بود. بله، یک دوست و همکار مکتب سیبل بود. بسیار بر ما تسلیت داد. دختر مهربانه بود، بسیار کمک کرد. خب با اتاق سیبل چرا داخل شد مادر؟ گفتی در اتاق سیبل؟ ببینین مادر، این مسئله روز به روز پیچیده تر میشه. یک جنایت حد اکثر در 48 ساعت حل و فصل میشه، اما از این ماجرا روزها تیر شده. ما تا هنوز نتونستیم یک سرنخ پیدا کنیم. چیزی است که برام بگین مادر؟ نه خیر بچیم. خب سیبل مشکل یا جنجالی از کسی قرضدار بود؟ بچیم دور از مکه بیشتر میشناختی. از آب کف دست خود نان میخوریم، چرا باید از کس قرض میگیرم بچیم؟ مادر جان، او آدم احمد به یک شکل همدیگر هم میشناختن. بین اونا کدام دادا گرفته بوده یا نه؟ سیبل یک صندوق چوبی داشت نه؟ او هم از احمد بوده. لطفاً موضوعی گپ بزن. فکر میکنم تو میخوایی برام چیز را بگوی عمر. یعنی تو هم به گپای مردم باور کردی؟ نیکی انگیت گوش های تا پرساخته چطور؟ دختر یک دانه ما باید زد زیر خاک رفته ایره بفهم عمر. مادر ما به خاطر هر ساختنی مثلا همه چیز باید بفهمم. او شب بعد از اینکه من رفتم چیز رخ نداد که شما هم شک کرده باشین. زیاد نه وقت نکنی دخترم. درستش نکنین، من زود میایم. درست شما دیگه داخل. خداحافظ. نه خیر، چون دخترم زود رفت و خوابید. او آخرین بار بود که چهرهش دیدم، دیگه هرگز ندیدمش. بالای هیچ چیز شک ندارم. تو هم هیچ وقت شک نکن بچیم، هیچ وقت نی بچیم. گریه نکنی.